سوال 39: ما البدعة في الدین؟ بدعت در دین چی هست؟ جواب: كل عبادة لم يقم عليه دلیل شرعی. هر عبادتی که درباره از او دلیل شرعی از قرآن و سنت و اجماع نباشه. الدلیل من القرآن، دلیلش از قرآن چی هست؟ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. ام لهم شرکاء، آیا بر از این مردم شریکایی هست که شرع و شریعت و قانونی بر از اینا ساختن؟ من الدین، از دین، یعنی تشریعی بر از اینا از دین بیان کردن. ما لم یأذن به الله، ما آنچه که لم یأذن به الله، که الله بر از او اجازه نداده. چون الله متعال وقت عبادت بوده و حتما در قرآن عظیم الشان و در احادیث صحیحه اصل از وجود داره. و دلیل من السنه، دلیلش از سنت چی هست؟ قال صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من احدث فی امرنا هذا، هر کسی که چیز نوآوری بکنه در این امر ما، یعنی در دین اسلام، در دین ما، اگر کسی چیز نوآوری بکنه، ما لیس منه، که او از اون نیست، یعنی سند وجود نداره، فهو رد، پس او چی است؟ او مردود است. سوال 40: هل فی الدین بدعة حسنه؟ آیا در دین بدعت حسنه هست؟ جواب: لیس فی الدین بدعة حسنه، در دین بدعت حسنه نیست. چرا؟ الدلیل من القرآن، در قرآن دلیل چی است؟ الیوم اکملت لکم دینکم، الله متعال میگه که امروز دین شما را تکمیل کردم و اتممت علیکم نعمتی، و بر شما تمام کردم نعمتهای خود را. و دلیلش از سنت چیست؟ ایاکم و محدثات الامور، خود را خودداری بکنین از چیزهای نو. فإن كل محدثة بدعه، هر چیز نوآوری در دین بدعت است، و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت گمراهی. سوال 41: هل فی الاسلام سنت حسنه؟ آیا در اسلام سنت حسنه هست؟ جواب: نعم، بله. کالبادی بفعل سنه، مثل کسی که به یک فعل سنت، یعنی یک کار سنتی که فراموش شده، او را دوباره مثلا زنده میسازه، لیقتدا به، تا مردم به او اقتدا بکنن. یعنی کسی به یک سنت عمل میکنه تا دیگران هم به او اقتدا کرده به او سنت عمل بکنن. پس این چی شد؟ یک سنت حسنه شد. الدلیل من القرآن وجعلنا للمتقین اماما. دعا میکنه ابراهیم علیه السلام، میگه که یا الله ما را بر متقین امام بگردان، یعنی ای قدوه فی فعل الخیر، قدوه در فعل خیر، یعنی یک فعل خیری که مردم نمیکنه او میکنه و دیگه مردم ها هم از او پیروی میکنن. و دلیلش سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که من سن فی الاسلام سنتا حسنه، کسی که در اسلام یک سنت حسنه را ایجاد بکنه، یعنی ابتدا بکنه سنتی که فراموش شده دوباره او را زنده بسازه، فله اجرها، پس بر از او اجر از او سنت است، و اجر من عمل بها بعده، و اجر هر کسی که بعد از او به او سنت عمل میکنه، اجر از او هم الله مطابق اجر از اونا بر از این اجر. سوال 42: هل یکتفی المسلم باصلاح نفسه؟ آیا یک مسلمان کفایت بکنه به اصلاح نفس خود، یعنی خود اصلاح بکنه؟ جواب لابد من اصلاح نفسه و اهله. جوابی است که این شخص باید چی کنه؟ هم خود اصلاح بکنه و هم اهل و خانواده و فامیل و دوستای خود کوشش بکنه که اصلاح بکنن. الدلیل من القرآن، دلیل از قرآن عظیم الشان ای است که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، قو شما وقایه بکنین انفسکم، نفسهای خودتان را، و اهلیکم و خانوادهتان را، نارن از آتش دوزخ. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله سائل کل راع عما استرعاه، که الله متعال سوال میکنه از هر بزرگ خانواده در مورد کسایی که زیر دستش است یا اعضای خانوادهش است. الله در مورد کل از اونا از پیش ازی سوال میکنه. سوال 43: متى ينتصر المسلمون؟ چه وقت مسلمان ها کامیاب میشوند؟ جواب: اذا عملوا بکتاب ربهم و سنت نبیهم، وقت اینا کامیاب میشن که عمل به کتاب الله بکنن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن. الدلیل من القرآن، دلیلش از قرآن ای هست که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما نصرت دین الله را بکنین، الله هم شما را نصرت میکند.
و یثبت اقدامکم و قدم های شما را ثابت نگه می دارد، یعنی شما را ثابت قدم می سازد. و دلیلش به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که لا تزال طائفه من امتی منصورین، همیشه طائفه از امت ما اونا کمک، یعنی منصور هستن که امرایشان کمک الله میشن. اونا کدام مردم ها هستن؟ طبعا کسایی هستن که به کتاب الله و سنت رسول الله حقیقتا عمل میکنن.